منم کوروش شاه شاهان شاه بزرگ شاه جهان پسری کمبوجیه فرمان دادم که همه مردمان در پرستش خدای خود آزاد باشند و هیچ کس به دارایی و هستیشان دست درازی نکند. فرمان دادم همه نیایشگاه‌های بسته شده را بگشایند و همه خدایان را به نیایشگاه‌های خود بازگردانیدم. من تا وقت زنده‌ام قدرت خود را به کار خواهم برد تا مردمان زیر فرمانم در وحدت و صلح و صلاح زندگانی کنند. بابل به دست من افتاد و چون به داخل آن شدیم سربازان و فارسیان را گفتم زنان و کودکان در پناه منند، خاموشان و خستگان در پناه منند، شکست خوردگان و رنجوران در پناه منند و ما برای وحدت همگانی آمده ایم. تباهی و تیرگی از ما نیست، ما رسولان امن و آسودگی هستیم. ما آورندگان آزادی مردمان به شمار می رویم. بگذارید هر کس به آیین خود باشد، زنان را گرامی بدارید، فرودستان را دریابید و هر کس آزاد است با زبانی قبیله خود تکلم بکند. آدمی تنها در مقام خود به منزلت خواهد رسید. گسستن زنجیرها آرزوی من است، رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است. من پیام آورنده اهورا و عدالتم که جز آزادی آوازی دیگری نآموختم و جز آزادی آوازی دیگری نخواهم آموخت. پس شادمان باشید، زیرا به یاری ستمدیدگان خسته آمده ام. من شریکی در همشکستگان سرزمین آریانا هستم و آزادی مردمان را رقم خواهم زد. من آماده عدالت و میزبان آزادی ام. کوروش کبیر نخستین صاحب قدرت بود که به انسان و انسانیت و حقوق او اندیشید و طی قرنها عقاید او والاترین ارزش انسان است. او امروز کسی است که عقیده انسانی اش دوباره از نو مورد پذیرش همه عالم قرار گرفته است. تفکر کوروش و انسانیت اندیشی او، وحدت سالاری و صلح پروریش همیشه مورد احترام بوده هست و خواهد بود.